سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدئوی دیگه. من مریجی هستم و توی چنلم بهت آموزش طراحی لباس رو میدم و تمام نکاتی که یه طراح لباس باید بدونه رو بهت آموزش میدم. پس اگه اولین بار که داری با من آشنا میشی، چنل رو سابسکرایب کن و لایک این ویدئو رو هم بزن که کلی آموزش خفن تو راهه. امروز قراره که راجع به رنگ شناسی و ترکیب رنگ توی طراحی لباس صحبت کنیم و کاربرد رنگ ها توی طراحی لباس رو یاد بگیریم تا بتونیم یک ترکیب رنگ فوق‌العاده داشته باشیم برای لباس هامون، چون بالاخره هر چیزی اصول خودشو داره. پس بدون معطلی بزن که بریم. ترکیب رنگ و رنگ شناسی به 6 تا فصل براتون تقسیمش کردم که توی این ویدیو با 3 تا فصلش آشنا میشیم و توی ویدیوی بعدی با 3 تا فصل دیگه‌اش آشنا میشیم. فصل 1: مفاهیم پایه‌ای رنگ شناسی. چرخه رنگ شامل 12 تا رنگه. رنگ‌های اصلی مثل قرمز، زرد و آبی. این رنگ‌ها از ترکیب هیچ رنگ دیگه به دست نمیان و خودشون جزء رنگ‌های اصلی هستن. رنگ‌های ثانویه مثل نارنجی، سبز و بنفش. نارنجی که از ترکیب زرد و قرمز به دست میاد، سبز از ترکیب آبی و زرد به دست میاد و بنفش از ترکیب قرمز و آبی به دست میاد. رنگ‌های ثالث: ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ ثانویه مثل ترکیب آبی با سبز یا قرمز با بنفش. فصل 2: انواع ترکیب رنگ. ترکیب مکمل: 2 تا رنگن که توی چرخه رنگ درست روبروی هم قرار دارن و وقتی که کنار هم قرار بگیرن یک کنتراست یا تضاد خیلی غلیظی ایجاد میکنن، مثل قرمز و سبز، آبی و نارنجی، زرد و بنفش. کاربردشون توی طراحی لباس برای لباسهایی استفاده میشن که میخوای جلب توجه کنن، مثل لباس شب، لباسهای تبلیغاتی یا استایل‌های جسورانه. و توی این رنگ ها بهتره که یک رنگ اصلی باشه و رنگ دیگه توی جزئیات استفاده بشه، مثل لباس آبی با کیف نارنجی. ترکیب مشابه: 3 تا رنگی هن که توی چرخه رنگ کنار هم قرار گرفتن و با هم خانواده، مثل زرد سبز سبز، قرمز نارنجی قرمز نارنجی. کاربردشون توی طراحی لباس چیه؟ برای استایل های آروم یا هنری، مثل لباس‌های خیابونی، مینیمال یا استایل‌های روزانه. چون این رنگ‌ها شبیه به همن یا نزدیک به همن، ظاهر نرمی ایجاد می‌کنن و اصلاً تنش ندارن. ترکیب 3 گانه: 3 رنگی که توی چرخه رنگ با فاصله مساوی کنار هم قرار گرفتن و ترکیب پر انرژی اما متعادلی دارن، مثل قرمز، زرد، آبی، نارنجی، سبز، بنفش. کاربردشون هم توی طراحی لباس برای لباس‌های خلاقانه و رنگی مثل لباس بچه‌ها یا طراحی‌های فانتزی. و توی این ترکیب رنگ هم بهتره که یک رنگ اصلی باشه و 2 تا رنگ دیگه توی جزئیات که اکسسوری به کار بره. تک رنگی: استفاده از یک رنگ توی طیف‌های متفاوت مثل آبی روشن، آبی متعادل و آبی تیره. کاربردشون هم توی طراحی لباس برای لباس‌های شیک، رسمی و حرفه‌ای. چون فقط یک رنگه حس سادگی و هماهنگی میده ولی خسته کننده نیست، چون شدت رنگ‌ها با هم متفاوتن. ترکیب مکمل شکسته: یک رنگ به علاوه 2 تا رنگ که کنار رنگ مکملش هستن، مثل آبی که رنگ اصلیه و نارنجی که رنگ مکملشه. حالا به جای نارنجی از 2 تا رنگی که کنارشن استفاده میکنی، مثل زرد نارنجی یا قرمز نارنجی. کاربردشون هم توی لباسهایی که میخوای با هم کنتراست یا تضاد داشته باشن ولی بیش از حدم چشم زننده نباشن. انتخاب خوبیه وقتی که میخوای بین جذابیت و هماهنگی تعادل ایجاد کنی. فصل 3: مفاهیم مهم در طراحی لباس. ته‌رنگ یا هیو، خود رنگ خالص، سایه یا شید، اضافه کردن سیاه به رنگ، تون یا تون، اضافه کردن خاکستری، تیرگی، روشنی یا ولیو، شدت روشن یا تیره بودن رنگ، اشباع یا سچوریشن، شدت یا خلوص رنگ.
این چیزایی که الان بهتون گفتم توی طراحی‌های دیجیتال یا کار با سیستم خیلی به کار میرن و بهتره که همه رو بلد باشید. در آینده روی یه کار عملی همه این چند تا رو بهتون یاد میدم. و تمام. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که این ویدیو به اندازه کافی به دردت خورده باشه. ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنی و این ویدیو رو هم لایک کنی که کلی آموزش خفن تو راهه. خیلی دوستتون دارم. تا آموزشای بعدی کلی مراقب خودت باش.